və hörmətli dostlar. سلام علیکم عزیز و hörmətli dostlar. دوستان عزیز سلام عرض می کنم. امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشید. امروز در تبریز برای پدر مرحوم من 40م رو گرفتن. هنوز چند روز هستش، در حقیقت شب سال نو 40م پدرم خواهد بود، ولی امروز اون رو گرفتن. از همه کسانی که در این مراسم حضور پیدا کردن و برای برپایی این مراسم تلاش کردن بسیار بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که خداوند اجرشون رو در دنیا و آخرت بده. عرضم به حضورتون که من امروز میخوام یک کتاب رو معرفی بکنم. همینجوری این صفحه رو بالا میبرم برسم به یه جایی که از یک کتابی که به شانسمون بیاد شروع بکنیم و ببینیم که به کجا میرسیم. این کتاب جالب بود، ترکی خطین مزایاسه. بذارید ببینیم این چی هست. اینو دانلود بکن ببین این کتاب چی هست. اصلا نمیدونم در مورد چی هست، توضیح بیشتری اینجا نداده. خب دوستان، میدونید من امروز با بخش نهم سری برنامه‌های مهندسی جهل در ایران در خدمتتون هستم. در این مهندسی جهل تلاش میکنم این خط فکری که یا تبلیغات و شستشوی مغزی رو که در 100 سال گذشته در فکر 5 الی 6 نسل انسان‌های ترک و غیر ترکی که در ایران نامی زیسته‌اند و اونها رو گفتن که زبان ترکی زبان ضعیفیه و نمیشه باهاش کتاب نوشت و فرهنگ تولید کرد و تمدن ساخت، اون رو میخوام باطل بکنم. چجوری میخوام باطل بکنم؟ با مراجعه به کتاب‌های خطی دست نوشته یا سنگ چاپ سنگی که در 1000 سال گذشته قبل از پهلوی، یعنی قبل از اینکه قاجار کاملا از بین بره و پهلوی رو بیارن رو کار، از اون روز به قبل، یعنی دوره قاجار رفت تا دوره غزنوی و اینها، صدر اسلام، هر کجا کتاب ترکی یا کتاب عربی که بخواد ترکی رو یاد بده به عرب ها یا کتاب فارسی که بخواد ترکی رو به فارس ها یاد بده، اینها به عنوان منابع استفاده خواهد شد تا این پروژه رو که گفتن ترک ها کتاب ندارن، فارس ها خیلی ادبیات غنی تاریخی داشتی، این رو باطل بکنیم. ما در روزهای قبل در رابطه با طب پزشکی 2 کتاب معرفی کردیم به زبان ترکی، خیلی عالی بود. یکیش به شعر بود، یکیش به نثر بود. یک کتاب معرفی کردیم آموزش ریاضیات به زبان ترکی، این هم یک کتاب بود که در مورد ریاضیات بود و خیلی هم جالب بود و من سوادم نمیرسید اون رو بخونم. که فکر کنم تا الان 10-12 تا کتاب معرفی کردیم. از این به بعد هم تلاش میکنیم که یه چند تا کتاب رو معرفی بکنیم. من الان منتظرم، دارم کشش میدم که این کتاب دانلود بشه. نمیدونم، احتمالا اینترنت من ضعیف شده، اینقدر نمیدونم چرا روز تعطیلم هست، تازه باید قدرتش بیشتر باشه. به هر حال ببینیم که چی هست. حالا برمیگردم این رو، مثلا این دیوان نابی هست. حالا این قبلی چی بود؟ دیوان قطب عارفین شیخ ابراهیم اغلان شیخ. حالا شیخ ابراهیم اغلان این یک ظاهراً قطب دیگه، اسمش قطب العارفین، یعنی که در عرفان یه مقامی داشته که شاگردان و رقیبانش بهش گفتن. مثنوی معنوی رو هم سری قبل براش یک کتاب معرفی کردیم ازش. حالا اجازه بدید که من دوباره برم پایین تر. اون کتاب رو الان دیگه از دست دادم، نمیدونم که بشه پیداش کرد. اینترنت کار نمیکنه، در نتیجه این نمیذاره خیلی بالا بره این چیز. امروز اینترنت ما بسیار ضعیفه. این مثلا کتاب در مورد مرثیه هستش، 100 و چند صفحه. این ماده‌لر، این جالب باید بشه، در مورد ماده ها. ببینیم این چی هست.
این کتاب ممکنه که برای من گلشن راز ترجمه کتاب گلشن راز، حالا اینا هم که کی خدا میدونه اینا دانلود بکنه، قصیده مولود شریف، قائمی دیوان قائمی، فتواها 322 صفحه در رابطه با فتوا و به زبان ترکی، به احتمال بسیار زیاد نمیدونم. غالب پاشا اشعار، اینم غالب پاشا، اونم اشعار علم همای، خلیل حاج اغلو اینو نوشته در رابطه با علم همای. کتاب بسیار جالبی خواهد بود. در سال 1103 قمری نوشته، یعنی حدود 543 سال پیش این کتاب رو نوشته. اینم جالب است، بزنیم دانلود بشه. حالا ببینیم اگر امروز هم نشد در روزهای آینده میتونیم اینها رو عرض حال. صورت تقسیم این هم جالبه، بذارید ببینید در مورد تقسیم، این تقسیم آیا در رابطه با ریاضیات تقسیم داره میگه یا اینکه یه تقسیم دیگری. اینجا شعر هست در 18 صفحه، دفتر شعر در 158 صفحه، دوباره 84 صفحه، دوباره 77 صفحه. این کتاب شرح بر کوی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، این هم 430 سال، 35 سال قبل، 36 سال قبل نوشته شده در 322 صفحه. حالا میرسیم اینها رو یواش یواش میخونیم. بذارید ببینم من این قضیه چی هستش که اینقدر یواش دانلود میکنه. با اجازهتون این رو من برای یه لحظه هم که شده یه چک بکنم ببینم. اینترنت سپید تست، بذارید ببینم این سرعت اینترنت. بله خیلی ضعیفه. همینجا با چشم میشه فهمید که سرعت اینترنت من امروز خیلی ضعیفه. باید معمولا من با این اوکلا اینترنت رو تست میکنم سرعتشو، ولی معلومه خیلی ضعیفه. خیلی ضعیفه. این قرار 1000 باشه. حالا درسته که چند تا کامپیوتر در خونه داره کار میکنه و از طریق وای فای هم هست، ولی باز هم باید حداقل یه 150 باشه که اصلا نیست، بسیار ضعیفه. بالاخره رفت تو این وبسایت، فکر کنم زیر 1 باشه. اگه اینجوری باشه که باید اصلا از خیرش بگذاریم. خیلی برم بعد این اینترنت رو ریستارت بکنم دوباره برگردم.